دادگاه ولایت سمرقند قراری مربوط به ساکن محلی اصلالدین خدایبردیев را که برای تعلیم غیرقانونی دین به کودکان نابالغ به 15 روز حبس محکوم شده است به تغییر گذاشت، گفت وکیل مدافع عبدالواحد یعقوبوف به خبرگزاری آزادلیک. یادرس میکنیم که اصلالدین خدایبردیев از جانب کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه پختچی ولایت سمرقند هنگام رید در مسجد خواجه ضیاءالدین روز 25 می بازداشت شده بود. با گفته کارمندان امنیتی هنگام بازرسی مسجد معلوم شد که به 11 نفر 5 نفرشان نابالغ بدون اجازت مقامات مرکزی اداره دین تعلیم دینی داده شده است. اصلالدین خدایبردیев توانسته است رید را به نوار گیرد و آن را در شبکه‌های اجتماعی پهن کند. در نوار دیده می شود که چگونه یک چند نفر کارمند حفظی حقوق به مسجد در آمده با بازپرسی کردن کودکان و کلانسالانی که در آنجا تعلیم دینی می گیرند شروع می کند. یکی از ماموران امنیتی یک کودک 9-10 ساله را درباره کاری که در مسجد می کند بازپرسی می کند. دفترش را تفتیش می کند و آنچه را که در آن نوشته شده است می پرسد و سپس خلطه کودک را می جوید. سپس خود همان کارمند امنیتی کودکان و کلانسالانی در مسجد حضور داشته را درباره خطر گرفتن تعلیم دینی از ملاهای کم سواد که اجازت نامه برای فعالیت تعلیم دینی ندارند آگاه نمود. اینچنین از خطر افتیدن به جریان‌های ممنوع دینی یادرس کرد. کمی دورتر آواز اصلالدین خدایبردیев شنیده می شود که از کارمندان امنیتی بازپرسی یک نابالغ را در مسجد اظهار ناراضگی نموده کودک را هشداری می دهد که به سوالهای او پاسخ ندهد. خدایبردیев اینچنین کوشش نموده توضیح می دهد که کودکان در مسجد معلومات دینی نمی گیرند بلکه تنها الفبای عربی را می آموزند و بازپرسی کودک در نبودن والدینش غیر قانونی می باشد. Hammasi Qur'onda hech qanaqa diniy sertifikati yo'q odamlardan dars olib xatm qilgan. Bu alohida masala. O'zbekistonda agar ishlab chiqarilgan kitob, ruxsat berilgan kitob mana shunaqa jinoiy ishlarga sabab bo'ladigan bo'lsa, respublika unda nimaga chiqadi? Qani bitta manda? Farzandlarni ota-onasini ruxsatsiz, iznisiz, ularni guvohligisiz ular mana shu joyda سابق امام مسجد جامعه آمینه شهر تاشکند فضلالدین پرپیف که حالا بیرون از قلمرو ازبکستان زندگی می کند در پست خود در این مسئله عملهای کارمندان حفظی حقوق را با عملهای صهیونیستان که به مسجد اقصی حمله کردند برابر کرد. گروه جاسوسان صهیونیستی به مسجد حمله کرده کودکان خردساله را ترسانیدند و بازپرسی کردند. به آنها همچون جنایتکار مناسبت کردند و به آنها فشار روانی رسانیدند و این همه نه در یروشلیم بلکه در سمرقند که مرکز تاریخی عالمان است رخ داد، گفت فضلالدین پرپیف. xuddi hozirgi kunda Falastinda ko'rib turgan narsamizni bir ko'rinishini ko'ryapmiz. Falastin ham